دلیل میبرن برای اسماعیل. وقتی که جنگ با عمرو میکند در برابر اسیر شدن عمرو صفاری، حدود یک چند میلیون به پول امروزه پول از عمرو خودش میگه که اسماعیل من جنگ باختم، اینا پولا برای تو. میدونی اسماعیل چی میگه؟ میگه عمرو تو پدرت یک روی مسگر بود، این پول تو از کجا یافتی؟ یک شعر معروف هست که زر نبارید از آسمان به سرش، یا خودش دزد بود یا پدرش. میگه تو این پول از کجا یافتی؟ تو که پدرت پول ثروتمند نبود، یعنی پول حرامن، قبول نکرد پول را. همین امیر اسماعیل ما میبینیم که در زمانش به او خبر میتید که در شهر رای، یعنی در امروزه نزدیکی تهران، یک آدم ترازوش ویرانه، دستور میتید ترازو رو میبرن در بخارا عرض میکنن، در واقع با ترازو یعنی سنگ ترازو مهر میکنن سنگ، اون آدم زندان میکنن و برمیگردونن. ببینید در کجا است. یا که شبانه این به خاطر اینکه از وضع مردم با خبر شد، شبانه با لباس گداها و قلندرها میگشت و از وضع مردم میپرسید مردم چی درد دارن، مردم چی کمبودی دارن. دانشمندان در اطراف جمع کرد مشورت میپرسید. این بسیار مهم است در امور دولت داری. امتیاز دیگری سامانیان این بود که اینها افراد بسیار آگاه و با بصیرت سر قدرت آوردن، یعنی در قدرتشان نفرای بسیار دانشمند جلب میکردن. و شما اگر بینید همین خودی وزیرها رو بینید، چند در 100 سال چقدر وزیر. جیهانی صاحب کتاب، بلعمی هم صاحب اندیشه. خب اون بلعمی دومنگی یعنی بچهش ابوعلی مترجم تاریخی طبری، مصعبی شاعر، یک شاعری بسیار چیرکی در سطح رودکی است، عتبی اون مؤلف اون کتاب تاریخ، یعنی شخصیت‌های ارزنده.